He's a monk. He's not even allowed to hurt a plant. Do you think that's funny? Don't shove me. What are you making me do? Anger management. Wasn't expecting that from a Buddhist kid. That was out of nowhere. درود دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. توی این ویدیو قراره کمدی خیلی باحال کلاسیک رو بهتون معرفی کنیم به اسم انگر منیجمنت یا کنترل خشم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خب میرسیم به این فیلم کمدیمون با بازی جک نیکلسون دوست داشتنی و آدام سندلر. این فیلم سال 2003 اومده و داستانش راجع به همین آدام سندلره که توی فیلم به اسم دیو وازنیک ما میشناسیمش، که یه آدم کمرو خجالتیه و هیچ وقت نمیتونه حقش رو از بقیه بگیره و در واقع همه بهش بی‌توجهی میکنن و چیزی که حقشه رو هیچ وقت به دست نمیاره، تا روزی که باید یه سفر بره و به خاطر کارش باید پروازی داشته باشه به شهر دیگه، که توی اون پرواز به صورت اتفاقی یه اتفاقاتی یعنی براش میفته که اونجا با مهماندار هواپیما درگیر میشه و دادگاهی میشه خلاصه. و توی دادگاه قاضی اونو به یه دوره کنترل خشم دکتر بادی که همون جک نیکلسون خودمونه میفرسته که یه دوره 20 ساعته رو پیش دکتر بگذرونه و بتونه مدیریت کنه خشم خودشو و خشمشو در واقع کنترل کنه. از اینجا تازه ماجرا شروع میشه و دیو که هر چقدر میگذره میفهمه این دکتر بادی اصلا یه آدم معمولی نیست و خودش هم مشکلات درونی بسیاری داره. این فیلم یه فیلم کمدی کلاسیک عالیه برای وقتایی که حالتون گرفته است، کلا میخواید یه فیلم متفاوت‌تر نسبت به فیلم‌های امروزی ببینید. من پیشنهاد میکنم این فیلمو حتما ببینید، چون هم جک نیکلسون توشه که خیلی باحاله، هم آدام سندلر توشه و هم داستان جدید و جذابی داره. همونطور که گفتم سال 2003 اومده، 1 ساعت و 46 دقیقه. امتیازش هم 6.2 از 10 توی IMDb، که همونطور که میدونید فیلم‌های کمدی معمولا امتیاز خیلی بالایی نمیگیرن، پس زیاد به امتیاز و اینا توجه نکنید، صرفا برید ببینید فیلمو لذت ببرید. خب این هم بود از معرفی فیلم انگر منیجمنت یا کنترل خشم، که امیدوارم این فیلمو ببینید و ساعات خوشی که 1 ساعت و 42 دقیقه خوشی رو داشته باشید. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، اگه دوست نداشتید دیسلایک کنید، و اگه دوست داشتید بازم ویدیوهای متنوع و جذابمون رو ببینید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم زودتر از بقیه باخبر بشید. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.